من یه جمله میگم شما بقیه‌اش رو اگه میشه با بگین. میگن که عروس چقدر قشنگه. ان مبارکش شد. شاله ویدیوشو دیگه این دیگه تو خندوانه هم بچه رامبد رفتن. آره بابا خیلی بده. خب یه ویدیو ببین کاملا مشخصه عروس ما دارن میبینن نفر داره ازشون فیلم میگیره. چرا آدم باید فیلم کس دیگه ای رو به خودش اجازه بدهد که بذاره برای عموم؟ یعنی اونا نابود شد دیگه. هیچ جای دنیا به اندازه ما توی ایران این اتفاق نمیفته. دیروز پریروز بود یه ببر خندان ظاهرا در یکی از جاها مجسمه‌اش رو ساخته بودن، مردم اینقدر مسخرهش کردن رفتن مجسمه رو جمع کردن. آخه چرا این کارو میکنن؟ من نمیدونم چه اصراری داریم به نابود کردن و تخریب، مثل محیط زیستمون که تخریب میکنیم، اعصاب هم دیگه تخریب میکنیم. مثلا میگن طرح زوج فرد ماشین نگیرن، همه ماشین میارن. میگن از اتوبوس استفاده کنید، هیچ کس استفاده نمیکنه. بعد 10 سال زندگی مشترک همچنان کامنت بد میذارم.